بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در 2 سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در 2 حمله تروریستی پرقربانی در 2 سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در 1 سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپ آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث می‌کنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمانزاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند میخورد؟ مرحمت. درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات‌های سیاسی یعنی برخورد دولت‌های ابرقدرت، هدف‌های اونا بیشتر به دولت‌های خرد تاثیر منفی می‌رساند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات‌هایی که هستند در بین دولت‌های ابرقدرت و در این مبین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست‌ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرها در همه دولت‌ها هستند، جوانان بیکار، ساده‌لوح، خب جوانانی که بین شغل کار ندارند، یعنی به مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن. خب در دست چنین یک گروه‌هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علل خصوص هم همین 4 جوان تاجیک در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایستاده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختارهای قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علیه رسیدن. خوب می‌بینیم که بعدا چی نتیجه می‌دهد این. تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چه است؟ نظری من با سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می‌شود، مانند با نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت‌ها چنین افراد وجود دارد که از یگان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یگان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند. میشود مشخص‌تر بگویید که یعنی چگونه اینا؟ ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیک‌ها را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علل خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت‌ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی‌کند، هرچند که در کانستیتوسیون و دیگر قانون‌ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. ببینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویرانکنی از طرف مقامات‌های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه‌های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار میشوند، ولی واکنش‌های تاجیکستان کافی نیست. ولی ببینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یگان واکنشی درستی هم نکردند برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حال و سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند.
باید که حقوق‌های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شود. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان داده است، یگان پشتیبانی هم نمی‌کند، چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت‌های منفعت‌جو، گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می‌شوند و همین تاجیکان ما بنابر سبب‌های گوناگون نمی‌شود گفت که یک سبب هست، همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه‌ها می‌شوند. تشکر. سبب‌ها گوناگون هستند. بله تشکر. شخص هستند. جناب عثمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگویید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است. به این نظرتون چه است؟ درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند. ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟ ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفعت‌های هدف‌های اون کاری کرده است. البته نفوذهای خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک‌ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر اینکه قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینو میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچه‌های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند. تشکر. جناب یاروف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب‌های گوناگون میتواند که افراطگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یگان چیز شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه‌های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی محض تاجیکان و گروه‌های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل‌ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یگان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکاندن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز برآمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد. یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سبب‌ها چی هستند؟ کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف عالمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند. خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را و
ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم. یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. بر شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند. حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است. ولی یک دقیقه آخرش تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از طرف دولت‌های غرب، از طرف دولت‌های از قدرت، از روسیه حقوقایشون پایمال کرده شدند. با آنها در سرشون همین تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند. تشکر. نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جو یگان کاری افراطی کردن. تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟ روزی هستم قسمت و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانایی که مثلا امروز به همین کارها دست میزنن، اصلا بچه‌هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همون جوانایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودکا علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد. تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکالتاشون از بین رفتن. لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانا ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینا دیگر یک ساید هستند، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوندند. بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرند که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه‌های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یاروف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟ اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که الکی پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه مقصد قصاص گرفتن از دولت‌های کافری به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن عائله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین، چون که همین دسته خراسان که از همون دویش
قسمی زیادش توجیکا هستند. با توجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوی اساسی همین جبری شما، سببگوی کمبیزواتی شما، سببگوی عقب ماندگی شما، پیشرفته همین پیشروی حکومت‌های غربی، دولت‌های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کارو نمیکنند. تشکر. بسیاریا میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر عثمانزاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمت. نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لازوری میکنن. شرکت دیگر که هست ایدئولوژی، یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود. به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمت‌های مخصوص این کار میکنه. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر بگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخورد، اگرم مثلا مهر در شیر نیست. شیر همه ما شیر گو خوردیم، یکی گو اوچا نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گپ در سر این است که روزهای اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است. مادر بیبیون علا میگه، چخیل علا میگه، چخیل خوب میکنن. از روزهای اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بیبی است دور رفتن نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده خوب کردن، یا کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تو 2024 همین 20 سال زیادتر 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20% همین قریب که و گفته رسول پسیکولوژیش که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است و خط حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و شیشته اصلا که ببینید یک مردم ببینید دولت روحیه مردم یک دقیقه. خب کارهای ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم به متخصص نیست. ما روندهای کاری رو در همه جاها میبینن، ما هنگام واخوری این مشکلات را روبرو میشویم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همه آن کاری که دولت میکند باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه‌های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم علل خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اسیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گذشته هستیم. ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبهه صورت استالین است. یک قسمش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد. جوانان میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود. هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگرش میخواد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین تولید دولت بسازید. ببینید اینجا مشکلات خیلی زیاد است در سر این مردم آخه. تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های عثمانزاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا. من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که
شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس به کدام راه، در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یگان چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده ایستاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یگان کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افراطگرایی اکستریمیسم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من تشکر. مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزها شود. تشکر. جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای رو ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، کاری که میخواهی، در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت‌های خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا. تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنتشوی افراطی شدن تاجیکا 3 نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیان. شما جناب عثمان زاده به همین مسئله چی نظر دارید؟ کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن‌های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما 4 جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن‌های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس‌های قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادند. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن به اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود. در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی. این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تمام انتخاب کنندگان، تمام طبقه جامعه را در همون ناحیه راهبر دیگر دعوت میکنیم. این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یک آدم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد. عادت وی به نصیحت گرفتن نمیشود، وی در زیر شعوری وی یک پرداخت سوخت تمام. وی این از همون 20% همون طبقه ای که در این دوره گذشته ما پیدا شد، این جوانا اینا باز دیگر حالت شدن میگیرد. اونا گپ هیچ کس گوش نمیکنن. بیسواد است. بیسواد هم هست، اساسی است. برای بینید بیسواد استفاده بردن آسان‌تر است. نه چرا بیسواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بیسواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالیتش پیش میبرد، ولی شما میگویید که اینها بیسوادی است. این بیسوادی از کجا پیش آمد؟ بیسوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو بگردن نگیرد،
از طرف پدر و مادر نظارت کردن می شود اویدی اون که فرزند با خواندن و با یک کاری علمی مشغول شود نمیدونم عامل ها بسیار می شود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست ولی خود همان مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مارس در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟ برای کشور برای دولت یگان پیامدی نمیتواند بیاید. بیایید ببینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافانند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان از آنها مراتبه بیشتر است ولی یگان تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند فقط ممکن است تاثیر و این ما میبینیم که انیق است تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟ نه شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکیش‌ها از طرف تاجیکستان چی پیامد خواهد تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان یگان تاثیر نمیرساند بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند دیگر دولت‌های پس از شوروی هستند با آنها میرساند و در اینجا من یک چیز دیگر بر علاوه کردن هستم چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است در حقیقت ما باید در باره فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی یاردم کردن تروریستی مثال اون 3 نفری که خانه ماشین و اینها فروختن چیکار کرده میتوانند حکومت های ما البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کند چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان سفارت وزارت کارهای خارجه امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد از حال آنها خبردار شود فرضیه آنها رو به جامعه رساند طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند که تهدید نسبت آنها نباشد تمام چاره‌های اپراتیوی چاره‌های مرافعوی تفتیشاتی از روی قانون گذرانده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند. تشکر. جناب اسمانزاده شما هم چون وکیل پارلمان این نکته‌ای که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم با انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟ بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن اونا در روسیه هستند از ساختارهای قدرتی چقدری که من درک یافتم البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی وزارت کارهای داخلی پرکاتور ژنرالی خب وزارت کارهای خارجی خب یک هیئت کلانی برای آموختن برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح در مسکو هستند برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد ما تاسف میخوریم شهروند جمهوری تاجیکستان است حالا ببینید اونها را در جای جنایت دستگیر نکردند
یعنی احتمالات بیگناهی اونها وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کراس خیلی خل عموما در اونجا حضور نبودن. هزارها. دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است وقتی که زدیرجان یا که قپیدن یک کس فرمان میتین و این شخصونی که میقپن فقط شهادتنامه شخصیت معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لطکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدام حالتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر در قانون بیان کرده باشند در پیش قانون جواب میگن ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهکار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوانان وجود دارد و اینو فقط همون تشکر زیاد و بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم. حکومت باید چی کار کند، فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود. سید جعفر عثمان زاده نظر شما رو میخوام. خیلی فشرده مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالت‌هایی که جنایت‌ها صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند. همکاری با دولت با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امالی رحمان باید نصیحت کنند. همینه باید پرابلم امالی رحمان وای باید یک تا این بچه را قبول کنند نصیحت کنند سرسر سیله کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سفارش ها می شود ما در پارلمان حتی بعضی قانون‌های دیگر از تغییرات الهه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات الهه‌ای که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در همین جامعه قانون کار نمیکنه برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی تشکر جمشید یاروف میبینیم که مثلا برآمدهای پرزیدنت میبینیم نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند یک وقت پرزیدنت گفته است که روی هم کسی آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این خیلی گپ نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگارت همین خودتون در بیرون پرتوفتن نمیتونید. جناب عثمان زاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یاروف نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید مرحبا؟ خیلی فشرده در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده. اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد. زیر پا کرده شده است، حقوق‌های او پایمال کرده شده است. کسی حاضر در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست. پس چی باید کرد؟ برای که همین حادثه رخ ندهند ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورهای جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه‌های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم برنامه‌ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شرینر بودنش فخر نکنه. تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالقزاد بودم برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.